دوستان و همراهان عزیز، سلام و سپاستان باد. عرض خیر مقدم و شادباش داریم محضر خانم دکتر زهرا نجفی و به همه شما عزیزان و همراهان که مایه زیب و زینت محفل ما گشته اید خوش آمد میگیم. این وبینار علمی توسط شبکه جهانی تحقیقات آموزش و رخدادهای گرین و تحت هدایت علمی آقای دکتر احمدی ریاست محترم کمیته علمی گرین برگزار میشه. دعوت به عمل میاریم از خانم دکتر زهرا نجفی. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و حاضران عزیز و خدمت شما سرکار خانم. خیلی خوشبختم از اینکه در خدمتتون هستم و گوشه‌ای از اطلاعاتی که در مورد پروتئومیکس هست رو در خدمتتون باشم. در خدمتتون هستم با این تکنیک بسیار قوی پروتئومیکس، البته در کنار تکنیک‌های دیگه بسیار میتونه قوی باشه و ما رو در واقع در پژوهش‌ها و تحقیقاتمون یاری بده. عرض کنم که اولین بار کلمه پروتئوم رو آقای ویلکینز در سال 1994 ارائه دادن و اون رو از دو کلمه پروتئین و ژنوم گرفتن و پروتئوم به وجود اومد. پروتئوم در واقع به کل پروتئین‌های اطلاق میشه که یک ژنوم موجود زنده اون رو تولید میکنه. استارت اصلی برای پروتئومیکس رو اوفارل در سال 1975 زد با اختراع یک تکنیک به نام 2 dimensional الکتروفورزیس که این در واقع الکتروفورزی هستش که پروتئین ها رو بر دو مبنای pH و جرم مولکولی جدا میکنه. در سال 2002 که منجر به گرفتن جایزه نوبل شد برای آقای بنتفن و تاناکا که مس اسپکترومتری رو در واقع کشف کردن. حالا کشفش از سالهای قبل بوده اما به کارگیری این تکنیک در بیولوژی توسط این دو فرد برای یک بیمار سرطانی انجام شد که کار بسیار بزرگ بود و یک انقلابی در بیولوژی به وجود آورد. افزایش دیتابیس های مولکولی با نام بایوانفورماتیک هم یکی دیگه از در واقع ستون‌های اصلی پروتئومیکس بود که در حال حاضر هم رو به گسترش. ژنوم رو در واقع میگفتیم حدوداً مثلا 21,000 تا ژن در یک فرد وجود داره که پروتئین ها رو کد میکنه. اما تعداد پروتئین هایی که در یک فرد تولید میشه بالغ بر 1 میلیون. چجور میشه که کدینگ پروتئین ها که بر اساس ژنوم ما هست انقدر تعدادش کمه اما تعداد تولیدات پروتئینی انقدر زیاده و همینطور mRNA هایی که تولید میشه باز تعدادش با ژنوم ما همخوانی نداره. ببینید 100,000 ترانسکریپتوم داریم. از این 100,000 ترانسکریپتوم ها 1 میلیون پروتئین تولید میشه. این بیان کننده این هستش که تمام ویژگی های یک سلول بر اساس پروتئین اون هست نه بر اساس ژنوم اون. خب این یه راهکار خیلی بزرگی رو به ما نشون میده که ما میتونیم استرس ها، شوک ها و بیماری ها و حالا در هر ردی در گیاهان، در جانوران اینها رو بررسی میکنیم. ببینید ما دی ان ا داریم، دوره توالی سیکونسینگ مختلف دی ان ا هست، خوب بررسی میشه، هر توالی خاصیت های خودش رو داره، از روش ام ار ان ا ساخته میشه. توسط سی دی ان ای اری ها ما میتونیم ترانسکریپتوم ها رو بررسی بکنیم و توسط پروتئینی که از روی ام ار ان ا تولید میشه ما میتونیم پترنی از تولیدات یک موجود رو یا یک سلول رو داشته باشیم که همه اینها منجر به فانکشن سلولی میشن. ببینید تمام ژنوم ما ممکنه که اتفاق نیفته. احتمالاً برای ما همه احتمالات پروتئینیش وجود داره ولی ممکنه که اتفاق نیفته.
ترانسکریپتوم ها احتمالاً ارانه هایی رو تولید میکنن که اون موجود میخواد و نیاز داره برای حیاتش تولید بکنه و پروتئوم ها همه آن چیزی هستن که قطعاً اتفاق میفتن تا فانکشن یک سلول رو برای ما معلوم بکنن. کاربرد پروتئومیکس در دنیای بیولوژی بسیار بسیار قوی هست. شما ببینید ما فانکشنالش رو داریم، عملکردی، ساختاریش رو داریم، اینتراکشن های پروتئینی رو داریم، تغییرات پس از ترجمه رو داریم که میتونیم در دامنه پروتئومیکس مطالعه بکنیم و همینطور تظاهرات مختلف پروفایل های ژنومی رو در پروتئین ها ما میتونیم در نظر بگیریم. همونطور کیفیت یک پروتئین در دامنه پروتئومیکس بررسی میشه. برای پروتئومیکس علاوه بر اینکه خودش یک ابزار بسیار قوی هست، بیوانفورماتیک بسیار بسیار این سیستم رو کارا کرده. یعنی اگر بیوانفورماتیک نباشه ما هیچ کدوم از توجیهاتی که میتونیم، اطلاعاتی رو که میتونیم به دست بیاریم برای تفسیر تحقیقامون در واقع نداریم و این فلج کننده خواهد. انواع پروتئومیکس که خدمتتون عرض کردم یا به صورت بیان ژنی، یا به صورت ساختاری، یا به صورت عملکردی. ابزارهایی که تو پروتئومیکس به کار میرن، اول اینکه ما باید تکنولوژی رو داشته باشیم که بتونیم پروتئین ها رو از هم جدا بکنیم. ابزار بعدی مس اسپکت که خیلی کمک میکنه در این طیف سنجی جرمی که ما پروتئین های جدا شده رو تشخیص بدیم که چه نوع پروتئینی هستن. بعد این نوع پروتئین ها رو به دیتا بانک ها بدیم و با سافت‌ور هایی که وجود داره از دیتا بانک ها اطلاعات خاصی رو که تا الان به انجام رسیده رو در واقع تدوین بکنیم و به اون تحقیقی که میخوایم برسیم. خب حالا یک سلول داریم، ما نمونه رو ازش جدا میکنیم و حالا مراحل رو که خدمتتون میگم. ما باید دقت بکنیم که آلودگی های اصلی رو از محلولمون جدا بکنیم. حالا آلودگی های اصلی چی هم برای پروتئین ها؟ حجم بسیار بزرگی از DNA هستن و RNA، لیپید ها هستن، پلیساکارید ها هستن که اینا خیلی اختلال ایجاد میکنن برای پروتئین ها و نمک ها و قسمت های جامد دیگه. ببینید اینجا خدمتتون عرض کردم که ما 600 میلی گرم معمولاً در همه پروتکل ها از سامپل استفاده میکنیم. سامپل فیزیکی که جدا شده، حالا چه بافت جانوری باشه، چه بافت انسانی باشه، چه بافت گیاهی باشه، در یک محلول تیریز حلش میکنیم، بهش DNA و RNA میزنیم که اون DNA RNA و حجم بسیار بالا رو بگیره، بهش محلول های دیترجنت های مختلف یونی و غیر یونی داریم، چسب، STS، MP40، اوره، تیوره و حالا تا اینجا اینها در واقع پروتئین ها رو در خودشون حل کنن. اما ما باید جلوگیری کنیم از فعال شدن پروتئاز ها. این کار رو با EDTA و PMSF انجام میدیم. حالا سانتریفوژ انجام میشه تو دورهای بسیار بالا و سوپرناتند شامل پروتئین مورد نظر ما هست. خب این توتال پروتئینی رو که ما گرفتیم یه بار STS پیج معمولی میذاریم توی وزنهای مختلف که ببینیم کدوم بندهای شارپتری رو برای ما میده. برای لودینگ پروتئین روی STS پیجمون برادفورد تکنیکیه که پروتئین اسی میکنه و به ما آخر سر میگه که چه مقدار از محلول سوپرناتندتون رو روی ژلتون بذارید. خب حالا میام رقت‌های مختلفی از پروتئین خودمون رو که داریم تو ایجاد میکنیم، تو اسپکتر فوتومتر میگذاریم. اون اودی که خونده میشه به ما نشون میده که چه حجمی رو از سوپرناتند اولیه روی نمونهمون لود بکنیم. خب برسیم به همیشه ما گفتیم که بزرگترین ابزار پروتئومیکس
الکتروفورز دو بعدی. بعد اول اون یعنی یک IEF. IEF در واقع بعد یک همون پلی اکریلامیدی هستش که بر اساس pH پروتئین ها رو جدا میکنه. وقتی که ما بعد اولمون رو درست کردیم و نمونه رو روش ران کردیم، میاریم رو بعد دوم. بعد دوم بر اساس مولکولار ویت جدا میکنه. پس بعد اول بر اساس pH، بعد دوم بر اساس مولکولار ویت. خب اصلا ما چرا میخوایم از سافت‌ورها استفاده بکنیم؟ سافت‌ورها میان نقاطی رو که ما با چشم غیر مسلح نمیبینیم اونها دیتکتش میکنه. وقتی که همچین پترنی رو دیدیم میگیم که پروتئین هایی که ما از سمپلمون داشتیم چه اتفاقی افتاده؟ 4 یا 5 اتفاق اصلی میتونه توش بیفته. پترن اصلی میفته ممکنه که یک پروتئین نسبت به نمونه نرمالش غایب بشه، ممکنه که حاضر بشه یعنی به وجود بیاد، یعنی سیستم ژنومی اون رو بیان بکنه. پس ممکنه تحت تنش یک پروتئینی کلا دیگه ساخته نشه، یا یک پروتئینی به خاطر تطبیق با محیط ظاهر بشه، یا نه یک پروتئین حیاتی افزایش بیان پیدا کنه، آپ رگولیت بشه، و یا یک پروتئین حیاتی دیگر برای آن سلول دان رگولیت بشه، یعنی کاهش بیان پیدا بکنه. که این دو تا خیلی محتمله، خیلی، یعنی تو هر نمونه پروتئومیکسی ژلتودی که داریم در واقع بررسی میکنیم این دوتا حتما اتفاق افتاده. یعنی یک پروتئین افزایش بیان پیدا کرده، یک پروتئین کاهش بیان پیدا کرده، و احتمال آخر اینه که لوکیشنش رو ژل نسبت به نرمال تغییر کرده باشه. خب ما پروتئین ها رو دیتکت کردیم، اون 5 تا تغییر رو مثلا دیدیم پروتئین غایب شده یا حاضر شده، دان رگولیت شده، آپ رگولیت شده، و یا لوکیشنش تغییر کرده، جدا میکنیم از روی ژل. خب میدیمش مس اسپک، دستگاهیه که میتونه جرم دقیق اتم ها رو در مس اسپک معین بکنه. اینجا نمونه به صورت بخار تبخیر شده وارد دستگاه میشه. وقتی که وارد دستگاه میشه یه بمباران الکترونی میشه و اتم ها بارهای مثبت پیدا میکنن. میتونه یه بار مثبت، 2 بار مثبت، که در واقع یونش صورت گرفته. پس به صورت بخار وارد میشه، بمباران الکترونی صورت میگیره، بار هر کدوم از ذرات بار مثبت پیدا میکنن. حالا یه شتاب دهنده اینجا هست که به این یون ها حرکت شتابی میده. وقتی که حرکت شتابی داد یه اتفاق میفته در یک مسیر الکترومغناطیسی، اینها در واقع انحراف پیدا میکنن. حالا انحراف اینها توسط آشکارساز دیتکت میشه و نمونه شناسایی میشه و با نمودار مشخص میشه. دیاگرامی هم داریم که همه آمینو اسیدها مسشون هست و بر اساس مسی که پیدا شده ما میتونیم ترادف و یا سیکونسینگ آمینو اسیدها رو داشته باشیم. ببینید وقتی که دیگه آبی وجود نداره قشنگ ترادف‌ها مشخص میشه. این خروجی میره تو دیتا بیس ها که حالا با کار بایوانفورماتیک تولید میشه. حالا من از ضعیفش بگم دیتا بانک هایی که میتونن اطلاعات کلی بدن، دیتا بانک هایی که میتونن اطلاعات خیلی جزئی بدن. اینایی که براتون نشون اطلاعات خوبی میده از پروتئین. که حالا اولینش NCBI های خودمون، اکسپسی اطلاعات پروتئینی بسیار بالایی از پروتئین ها، سیکونسینگ ها، پی آیش و مولکولار ویتش میده. پی دی بی ها اینتراکشن ها رو بسیار به ما اطلاعات خوبی میدن، گلیکوزیل شدن، مودیفیکیشن های بسیار خوبی دارن. حتی شما میتونید بلست پروتئینی رو تو NCBI ها انجام بدید. بلست ها برای ما خیلی مهم هستن برای اینکه ما پروب بسازیم. ممنون از اینکه ما رو تا پایان
همراهی کردید. آرزوی توفیق روز افزون داریم براتون و امیدواریم که بار دیگه شاهد حضور گرمتون در وبینارهای علمی شبکه جهانی تحقیقات و آموزش و رخدادهای گرین باشیم. شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا یار نگهدارتون.